بیا خوشدلنشین، جوشی بهاران در سمرقند است. گلندام و سخنسنج و رساییان در سمرقند است. سلام میرسانیم به هر بیننده های عزیز. السلام علیکم بیننده ها، تماشابینان شبکه شهنان. من امروز ما آمده برای تبریک کردن مادر مهربان، برای تبریک کردن یکی از آن مادران غمخوار و مونیز از نام فرزندانشان و از نام البته فرزند راهدورشان مولودایتی امروز کرامتانه را و البته پدر عزیز دوران بابا را تبریک میگوییم. آن لحظه های فراغتی را، آن لحظه های خرسندی را در این خیلی روزهای بهاری پیشکش شما میکنیم. با ما باشید با شبکه شهنان. دوستان عزیز، آمدیم با مدالیا برای تبریک کردن کرامتانه، برای تبریک کردن مادر مهربان. امروز ما در اینجا نبیره ها ما را پشواز گرفتن، البته گفتن که آن جان فرشته ما را تبریک میکنیم. با ما باشید. رفتیم. السلام علیکم مادران عزیز، زنهای زیبای سمرقند زمین. السلام علیکم به هر یکی شما اشتهاهای خوش میگوییم. حضور میپرسیم اگر خلل رسانده باشه. ما فهمیدیم و ما گفتن که در این رستوران زیبا، در این طرفخانه پرشکوه زادروزی مادرجان عزیزی ما، زادروزی فرشته خاندان ما شده ایستاده است. از نام ما رفته تبریک کنید و البته ما خواستیم برای تبریک کردن کرامت خاله آمدیم. میخواستیم اگر بیملال باشد اگر به نزد ما تکلیف کنیم، نیت‌های نغز و نیکی فرزندانشان را رسانیم، یا قرصک میزنیم، کرامت خاله را تکلیف بکنیم. مرحبا. السلام علیکم. مرحبا. کرامت خاله شما تبریک کنی آمدیم. یارمو با نزدیکتر ایستیم. مرحبا. پیش مهمانان امروز شما تبریک کنی آمدیم. از نام فرزندان عزیز، از نام فرزندان اصیل، پیش از همه از نام دخترکی نازنینتان که در مسافرت بودین، از نام مولود آیتی، از نام بهرامکه، مسعود آیتی، بلندام آیتی، نیلوفر آیتی شما را میخواهیم تبریک کنیم. امروز گفتن که مادر مهربان ما در خاندان ما سایبان هستند، در خاندان ما دعاگوی هستند که دعاهایشان مستجاب است. هر کجای دنیا که باشه مگر با دعای نیکشان ما با مقصدهای خود میرسیم. رحمت برای بودنشان. از مادرم پرسید کنیم امروز چند ساله شده این؟ یک تا پرسید کنی چی میگویم؟ حالا دلشان جوان و برنادیل هستند. امروز چند ساله شده؟ 70 بدن. نه حالا 17 ساله میگیم. تا خرسک زنیم 17 ساله بودگیشان با. امروز روزی فرصتی مبارک. البته همراهی امکجان عزیز عمری دراز بینید. چخیلی که نیت‌های نغز و نیکتان هست همش بررسید. از پشت فرزندان، از پشت دختر و پسرها همه آرزوهایی که دارید عملی گردد. امروز تا آمدن همراهی فرزندان، شخصا همراهی مولودایتی هم صحبت شده، گفتن که مادر عزیزی ما تاج سر طلایی ما هستند. میخواهیم که هیچ وقت خسته و کسل نشود. دمی پیری با دولت پیری دیده در سری ما صاحب سلامت گردند. انسان مسافری و برایندگر به قدر قیمتی وطن، به قدر قیمتی پدر مادرشان میرسیده است. من امروز دوچند سه چند مراتبه یاد کردم آن نقش و گفتاری مادرم، آن روی پر از نوری مادرم یاد کردم. میخواهم که فقط دماغشان پر از خرسندی باشد، آغوششان پر از زیبایی باشد، هیچ وقت از صفحه دوستانشان کم نشده گردم. برای مادر مهربانی من از نام من رسانید که مادرم در روزی زادروزت من چرا تحفه کنم، مهر پنهانی دلم را من چخل آشکار کنم.
گر متا توفه بگیرم شود آن به نشان دسته گل هدیه می سازم تیز می گردد خزان پس چرا در روزی زادروز توفه بنمایم که آن ماند از من بهر تو چون یادگاری جاویدان مادرم توفه بر تو می کنم اشعار خود تا که باشد جاویدان و جاویدان باشد سرود. امروز پیروزی خرسندیشان است. هر آن توفه هایی که هست بهر مادرم می ارزد. مادری من برای من از همه انسان نزدیکترین و از همه انسان گرانبهاترین هستند. پیش از همه می خواهم که صاحب سلامت در سر ما گردن و دعاگوی ما باشند و برای مادر مهربان من چقدر سخنهای نیکی باشد برای مادرم رسانید که لایق بزرگم فرمودند صد جان و دل فدای یک مدعای مادر فتح و کشایش آرد دست دعای مادر بشنید گر صدایم دنیای سخت گشان انگیزه است شاید از الله‌های مادر گر شعرک سرودم از بود و از نبودم در سینتم پرشته سوز و نوای مادر آغاز آفرینیش در رحم اوست این را صد داستان براید از یک هجای مادر. امروز کرامت خدا چقدر که فرزندان برای ما گفتن ما مایده بودیم خردکک بودیم مادری ما همراهی پدرم زحمت و مهنت کردن ما را به وای رساندن مهنتی سیاه میکردن کار میکردن فقط برای ما برای آینده ما را درخشان کردن نانهای تنوریشان حالی هم در خاطرم هست آن طعامهای با لذتشان حالی هم ورد زبانی ما هست رحمت برای ما دارم برای بیجانم رحمت رسانید که دوست می‌داریم. امروز در سمرقند از همه گلی خشک نشونده پژمرده نگردد گفتن همین دسته گلی زیبا رو آورده برای شما گتا قلسک میزنیم زادروزشان مبارک باشد. مرحبا مبارک باشد. مبارک باشد. البته امروز روز خرسندی را مبارک باد میگیم. کرامت خلا حاضر از خردی از مکتب می آموزانند طفلکان را کودکان را می آموزانند که در حیات فقط عاشق باشند زنده دل باشند. امروز برای شما یک عکس را آماده کردیم فوتوصورت را هر بار در فوتوصورت ها عکس های همون صاحبان زادروز را یک جای جمع می‌آوردیم. امروز گفتند که نبیره هایتان رسم های آنجان و بابا جانم بسیار خاندان ما پر رسم هایشان برایشان یک رسم تیار کنید که رمزی محبت باشد. لیلی و مجنون، فرهاد و شیرین و غیره ها چند مثال بیاریم کم هستند. امروز برای شما چه رسم آماده کردیم ما چه فکر میکنید چه رسم باشد در این پرتریت بعد
نمیدونم من این کارا کم کاری نبودم من چی گفتگانم نمیدونم رسمم نمیدونم شما پیامدگاتونم نمیدونم هم مردم و رحمت من حرمت کرده تو شما خدا حرمت کند هم نکتم و رحمت باید مردم لیکن نمیدونم کیا کن نمیدونم رحمت مادر جان عزیز حاضر در این رسم سرشو بگوییم سرشو بگوییم در این رسم عاشقانه رسم جوانان شمایان که از این یک تا قدم مانده و پیری رفستان حاضر رسمی عاشقانه چپا کده کشویتان نبینن انم تو کشویم کنی رسمی کی باشد رسمی فرزنده باشد می رسمی لیلی و مجنون باشد می یا رسمی دوران بابای و کرامتانه باشد می چی باشد کنی اقلا خرسک میزنه می کشویم مبارک باشد عکسای جوانی مبارک باشد حاضر برای شما از نام فرزندها، از نام نبیره‌های شیرین، از نام کلیدها یک شیرینی را تیار کردیم. بگذار حیاتتان حاضرم شیرین است، حاضرم همه چیز هست شما و میخواهیم که الان خیلی خوشبختی، خرسندی، سلامتی شما ترک نکند. حیاتتان پر از شیرینی ها باشد، پر از خرسندی ها باشد. گفتن برای شما یک تارت شیرین و زیبا را آماده کردیم. میخواستیم وقت کاردن نزدیکتر بیارم. نیت کردم من همراه عروسکان نازنین میبریم که مانند همین ها یاش و جوان شده گردیم. مرحبا پیش شما نزدیکتر میبریم. مرحبا کارده میداریم. مرحمت شیرینی رو یک جایی تناول کنیم اونا جانشان با خیرانده میمونیم. مرحمت نبیره ها مبارک باشد. روزی فرصت را مبارکات می‌گیم. اکنون کرامت خواهد کنه نبره ها شعرگان بودن مکتب شعر خواندگی از یاد کردگی می از شما تبریکشون رو میشنویم. بعد از آن رخصت میتیم برعکس بازی کدامشون تبریک میکنن کی باید میکروفون مرحبا شما عزیزان خوش آمدید نور دیدن توجی سخت
onajonam tabrik mukunam sadbadaret tabi dadagiton va rahmat hamma vaqt salomba sog' u salomat gardid chi niyataton hast iloyim hamish barased ayim sol hamchoqi hoji ona hoji bobo shudagardan gashtan nasib kunad iloyim sadbadaret tabrik mukunam assalomu alaykum amma va onajon sadbadaret chi niyataton bo'shad hamish barased sari muhim bo'lim sog' salomat gardid assalomu alaykum hammatonlar alaykum assalom ona iloyim sadbadaret sari momo sog' salomat gardid sog' salomat biyemo xolamnam yomayin ziyod shine saloma pomam shumam iloyim sog' salomat gardid Shmonchi xolaha marhamat keling poshon tabrik qiling marhamat assalom Zagasham direktoram sadbadaret momo makamga tashakkür ederim hamma vaqt sog' salomat gardid makam yaxshi va rahmat salomat bo'lsin qani naziklar istemkani shuma yoqda tabrik qiling marhamat nekasi xonajon marhamat oytumlojon huzuri bachcha kotona binadilar safar bir haftagi duxtarakoton sovuq raftan salomataka puraki peymon shabiyo zamonakamo tin shavad osmonoma musaffo shavad podshohomu baadolatcha arzoni amoni shavad main kelinchako iloyim baxtli shavan imsol gavarabandonova yo'liq binam main ukakom omada tabrik kan rahmat shumahomba saramon osmon barasid qorakoton naqshad این را همه وقت رزکای نیکی محمد در آمده بهتون رحمت شما همه تاق شما بهتون خشکا نوری دیده تدیسر آیتملان به درد و بیغم شاگردن سری محمد این آیتملای کلانام و سرپشی دیگه ما حضوری بچه ها تو نبینم همه تان با رحمت رحمت سلامت باشید اکنون حاضر کرامت خدا با راهبری شمایان حاضر میدونیم که زنهای زیبا برای تبریک شما آمدن یک جای ما سرودهای شیخه تیار کردگی یک جای همراهی نبره ها فرزندان انا اینجا بودگی بانوان مادران میرقصه امروزه بزمن زر کنه بگذارانیم مرحمت سرودهای شیخ برای شمایان مرحمت
و فکرم مولودویتی السلام علیکم. امروز تبریک هستیم برنامه شما مادر مهربانه نیت‌های نفس نکتان باشد اگر البته از میکروفون میدونیم شروع کرده شاشی نکرده آساسا گفتن گیرد خیلی مرحبا افت شروع کنه دکن گپ زنید. السلام علیکم بیجان الهیم سر داره سری مامان با همه وقت صاف و سلامت کرده تو دنیا باشید داریم که همه وقت همراه همه باشید صاف و سلامت کرده بیجان تو دنیا باشید بیجان رحمت تیار بین نشونم؟ خیش برای نشه گرفته شما هم تیار می؟ تیار باشن اگر مرحمت
Gavzane. Guli Gavza. Vay filmporat hoşgeldin. Khayr bosad niyatlar navzuni که ما اندام شما گفتیم. البته بگذار که مادر مهربان در سرتان ساخت سلامت گردن. تلفنتان خود کرد. رحمت و دقتتان سلامت باشید. زندگی به آرزو شیرین نبود. زندگی را آرزو شیرین نبود. عزیزان در این خیلی روزهایی که شما آرزو میکنید، شما این خیلی وظیفه‌های زیبا را میخواهید که تشکیل کنید ولی خودتان در اینجا نیستید و در خارج هستید، البته با ما مراجعه کنید که مانند امروز با یک سطح اعلی و با درجه اعلی نیز پیشکشی شما میکنیم. با دقت هر یک شما سلامت باشید میگیم، مانند هر روز خاطر رسان میکنیم. البته با ما باشید، با شبکه شهنام. جشنی زاد روز شما، در زندگی خوب و خوشترین روز شما. دوستان شما جمع شده در پهلویتان، شادن از آن که روز فیروز شما. دوستان شما جمع شده در پهلویتان، شادند از آن که روز فیروز شما. شادند از آن که روز فیروز شما. زاد روز برایتان مبارک مبارک، شادی همه جهان مبارک مبارک. عالم همه در نظر چه زیباست چه زیباست، این روزی نگویتان مبارک مبارک. دل شادیم از غم همه آزادیم، مایان همه دل شادیم از غم همه آزادیم. تبریک شما گوییم از بزم و طرب شادیم، تبریک شما گوییم از بزم و طرب شادیم. صد روز برایتان مبارک مبارک، شادی همه جهان مبارک مبارک. عالم همه در نظر چه زیباست چه زیباست، این روزی نگویتان مبارک مبارک. خوشبختی زمان باشه، ما اهلی هنر خواهیم خوشبختی زمان باشه. در زندگی شیرین زیبا و جوان باشه، در زندگی شیرین زیبا و جوان باشه. امروز که روزی جشنی زاد روز شما، در زندگی خوب و خوشترین روز شما. دوستان شما جمع شده در پهلویتان، شادن از آن که روزی فیروز شما. دوستان شما جمع شده در پهلویتان، شادند از آن که روزی فیروز شما. شادند از آن که روزی فیروز شما. زاد روز برایتان مبارک مبارک، شادی همه جهان مبارک مبارک. عالم همه
شما در نظر چیزی باز این روزی نگویتان مبارک مبارک